یه بحثی که وجود داره اینه که چه اتفاقی برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ادامه این دنیا میفته. با توجه به اینکه ترامپ تونست رأی بیاره، خب خیلی از کسایی که ارزهای دیجیتال داشتن امیدوار شدن که خب هم بیت کوین هم بقیه ارزهای دیجیتال به زودی خیلی رشد چشمگیری میکنن، که همون تایمی هم که اعلام شد به شکل رسمی که ترامپ رئیس جمهور شده، خب خیلی یه دفعه کشید بالا. بیت کوین از 100,000 تا هم رد کرد، اما بعدش خب دوباره اومد پایینتر و الان دوباره یه مقدار برگشت زده به بالا. اما سوالی که به شکل فاندامنتال مطرحه اینه که آیا ارزهای دیجیتال در طولانی مدت میتونه بهترین سرمایه‌گذاری برای آدم عادی باشه یا نه؟ یه نکته مهمی که وجود داره اینه که از نظر فلسفی و ذاتی ارزهای دیجیتال به این علت خیلی بهشون اقبال رفت بالا که یه ذات دیسنترالایزی داشتن، یعنی یه نظارت مرکزی مثل نظارت دولتی روشون نبود و یه پولی بود که بین مردم داشت رایج میشد بدون اینکه هیچ کدوم از دولت‌های دنیا بخوان پشتش در بیان ازش حمایت بکنن. اولش خب خیلی فهم می‌کردن اصلا همین چیزی ممکن نیست، یعنی دلار به این علت خیلی چیز ارزشمند و معتبری که آمریکا پشتشه، پول ملی آمریکاست، یا تومان مثلا به این علت خیلی رواج داره توی ایران و همه باهاش معامله انجام میدن که این دولت ایران پشتشه. اما به نظر میاد که پولای دولتی دارن رفته رفته بی ارزش‌تر میشن. دلیلش هم اینه که هم دولت ایران هم دولت آمریکا هر موقعی که پول کم بیارن چاپشون. و اما اتفاقی که الان داره میفته اینه که حالا با وجود اینکه ترامپ اومد رئیس جمهور شد، البته قبلش هم اگه یادتون باشه خب چین و روسیه خیلی خوششون انگار میومد از بیت کوین و داشتن یه جورایی مجوزاشو صادر میکردن که بتونن معامله بکنن با این ارز دیجیتال. دلیلش هم این بود که میتونستن تحریم‌های غربی رو دور بزنن، اما خب خیلی معتقد بودن که دیگه آمریکا که نمیخواد تحریم‌های خودش رو دور بزنه، بخاطر همین دولت آمریکا نباید بره سراغ همچین چیزی و مخالفای خیلی زیادی داشت. همین الان هم رئیس فدرال رزرو آمریکا اصلا موافق نیست با اینکه مثلا بیت کوین به عنوان پشتوانه پولشون بخوان استفاده بکنن. اما به هر حال ترامپ به نظر میاد که حداقل شده به شکل شعاری هم داره ازش حمایت میکنه. به نظر میاد هر باری که یه دولتی میاد پشت بیت کوین در میاد، خب یه دفعه رشد چشمگیری میکنه، در صورتی که اگه متوجه این موضوع باشید میدونید که بیت کوین احتیاجی به دولت ها نداره، اصلا ضد دولت هاست. یعنی قراره که نظارت مرکزی دولت ها رو از بین ببره. اما به هر حال معمولا اینجوریه که وقتی دولت میاد پشت یه چیزی، اون چیز رشد میکنه شده کوتاه مدت، به دلیل اینکه خب خیلی از مردم به شکل نرمال به دولت خیلی اعتماد دارن، در صورتی که اشتباه دولت ژاپن اومد گفت که ما اصلا نمیتونیم همچین کاریو بکنیم، یعنی بیایم از بیت کوین به عنوان پشتوانه پولمون استفاده بکنیم، چون یه چیزیه که خب اصلا احراز هویت توش نیست، به شدت نوسانای زیادی داره. یه دفعه مثلا تو یه روز یه نوسان خیلی گنده‌ای میکنه که همین مدت هم اتفاق افتاده بود. و علاوه بر اونم خب میگم مهمترین دلیلش اینه که احراز هویتی نیست. مثلا اگه یه روزی همه از بیت کوین استفاده بکنن، نه دولت ژاپن، نه دولت ایران، نه دولت آمریکا دیگه نمیتونه به این راحتی‌ها مالیات بگیره. و همونطور که میدونید دولت‌ها از مالیات زندگیشون میچرخه، یعنی تمام دولت هزینه‌هاش به واسطه مالیات مردمه که تامین میشه. اما خب از سمت دیگه هم توی گفتم به نظر میاد که دولت‌هایی که حالا یه مقدار بک‌گراند کمونیستی توی کشورشون هست مثل روسیه یا چین، که خب اونا البته سرمایه‌داری ان، ولی خب یه دوره‌هایی مثلا رهبرایی داشتن که خیلی افراطی به اون شکل بودن، اینا خوششون انگار اومده از بیت کوین و روسیه اومده عملاً اعلام کرد که کمپانی هایی که توی روسیه هستن داخل اون کشور دارن فعالیت میکنن میتونن از بیت کوین استفاده کنن برای تراکنش‌های مالیشون. البته سوالی که مطرح میشه اینه که دولت روسیه چجوری میخواد حالا بعداً کنترل بکنه روی همچین چیزی، یعنی اگه از بیت کوین میان استفاده بکنن دیگه بعداً گزارش مالی هم رد نمیکنن ازش و دولت هم نمیتونه متوجه بشه که حالا مثلا این معامله انجام شده، اینقدر فلان شرکت روسی سود کرده، یعنی مالیات به این راحتی نمیتونه ازش بگیره. البته خب روسیه به دلیل تحریمایی که میشه از سمت غرب فکر می‌کنم با خودش داره این فکر رو میکنه که میچربه، یعنی اوکی مثلا از کمپانی‌های روسی دیگه نمیتونه راحت مالیات بگیره، اما عوضش میتونه تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه از اون ور، مثلا براش یه سودآوری داره. و به نظر میاد خب این جنگه خیلی داره ادامه پیدا میکنه. خیلی از دولت‌ها، یعنی اکثر دولت‌ها مخالفن با این موضوع، مگر اینکه دولت‌هایی باشن مثل چین و روسیه که ذاتاً با غرب توی درگیری است. اصلا میگم ترامپ یه حالت دوگانگی به نظر میاد که درباره این موضوع داره، به این معنی که ترامپ هم میخواد دلار ارزشش رو ببره بالا، هم میخواد از بیت کوین استفاده کنه و این دوتا ضد همن. یعنی بیت کوین و هر ارز دیجیتالی ذاتاً ضد ارزهای دولتی. حالا نمیدونم چی تو ذهنش داره میگذره. همینم مشکل ساز شد براش. پاول که رئیس فدرال رزرو آمریکا اومد گفت که اصلا ما حق نداریم از بیت کوین استفاده کنیم، مثلا همین چیز ممکن نیست، یعنی ضد قانونه و این قانون هم اصلا نداریم که بخوایم
عوضش بکنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ترامپ میخواد چه کار بکنه؟ ترامپ یا باید برکنار بکنه این آدمو، و همونطور که میدونید مستقیما با انتخاب ترامپ نیست این آدم، یعنی تو این فرد هم توسط ترامپ هم توسط کنگره آمریکا انتخاب میشه، یعنی در یه جوری مشورتی بین این دو نفره که این اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که ترامپ بره بگه که خب مخالف نظر من، این پرت میکنه از دولت بیرون. و از اون وقتی که پاور اومده همچین حرفی رو زده، اگه در جریان باشی، بیت کوین دوباره کشید پایین. البته الان میگم دوباره این مقداری برگشته، اما چیزی که مشخصه اینه که من فکر می‌کنم خیلی بعید باشه دولت آمریکا همچین کاری رو بکنه. دولت چین و روسیه ممکنه همچین کاری رو بکنه و اصلا الانم شاید کرده باشن به شکل رسمی، اما دولت آمریکا اگه این کارو بکنه دلار به شدت سقوط میکنه. به طور کلی هم یه بحثی وجود داره که بهترین چیز برای سرمایه‌گذاری آدمای عادی توی دنیا چه چیزیه، و خب خیلی معتقدن که بهترین گزینه‌ها طلا، نقره و بیت کوینه در مقابل سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای که وجود داره. و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا بیت کوین با این وضعیتی که داره میتونه یه چیزی باشه که به شکل قطعی بگیم که حتما ارزشش در طولانی مدت میره بالا یا نه؟ به خصوص که اگه دولت‌ها ضدش در بیان، آیا بازم امکانه این که بخواد رشد خیلی زیادی مثلا داشته باشه براش وجود داره یا نه؟ که من اینو توی ویدیو دیگه حتما بررسیش میکنم که بین طلا و نقره و بیت کوین بهترین سرمایه‌گذاری برای آدمای عادی در حال حاضر چه چیزی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما حتما نظرتون رو توی کامنت ها بگین و اگه ویدیو هم دوست داشتید لطفا لایک کنید.